خدا نگهتون داره. ای حایتی ها قمسنگی ای بمره با اون ناموس تو نامده حایتی تو زیاره دیده معرکه و خیاکه مدل حایت. بینندگان عزیز، شما که عباس قرمی را خوب میشناسید، اگرچه ناسالم است ولی ستاره شبکه یوتیوب در دعا کردن و دشنامهای فحش است. حالا من دشنامهای فحش او را به دلیل اخلاقی قطع کردم. بعضی مردان فاسق و خدا بیخبر در گرد او جمع می شوند و از او دعا می طلبند که برای فلانی دعا بکن. او هم دست برداشته دعا می کند و در بین دعا دشنامهای فحش می کند. وقتی به هنگام دعا دشنام فحش می کند، همه با آوازی بلند می خندند و از این کار لذت می برند. ولی آنها نمی فهمند که این کارشان مسخره کردن دین و شریعت است که انسان از دایره اسلام خارج می شود و حکم به کفر کرده می شود. این مرد ناسالم است و او را فهمیده می شود. ولی شما هم ناسالم هستید؟ عقل و فراتر شما همین است؟ من پیامی دارم برای چنین نفرانی که انسانهای ناسالم را مسخره کرده نواربرداری می کنند و از این کارشان لذت می برند. نمی ترسند که مبادا خداوند چنین فرزند ناسالم را برایشان عطا فرماید که تا آخر عمر داغ فرزند را ببینند. برای خندیدن و خنداندن دیگران به این گناه بزرگ دست میزنند که حتی بعضی وقت از ایمان خارج شده کافر میشوند ولی خودشان هم آگاه نمیشوند. واقعا این نهایت بیعقلی و پستی و فرومایگی است که در عوض از دست دادن ایمان دیگران را بخندانید. العیاذ بالله. از الله مقتدر بترسید و بیش از این الله متعال را به غضب نآورید. من کسی را حکم به کفر نمی کنم، ولی بنابر فتواهای تمام فقها انسانی که دین و شریعت را مسخره می کند، مثلا به نکاح، دعا، نماز، اذان، حجاب و غیره مسخره می کند و یا چنین صحنه های مسخره کنی را تماشا کرده می خندد و لذت می برد، از دایره اسلام خارج می شود، یعنی کافر می شود، زنش طلاق می شود و اگر توبه نکرده بمیرد به غسل و جنازه در گورستان غیر دینان دفن کرده می شود. العیاذ بالله. کسانی که لایک مانده چنین نواره ها را پهن می کنند، آنها هم در آن گناه آنها شریک هستند. خداوند در آیت 66 سوره توبه با الفاظ واضح و روشن کسانی را که به دین و شریعت مسخره کردند و گفتند که ما فقط شوخی کردیم، کافر و از دایره اسلام خارج اعلان کرد. پس به هنگام دعا دشنام فحش کردن این مرد ناسالم برایتان خیلی پسند است که میخندید و نواربرداری کرده در شبکه ها پهن میکنید. از الله نمی ترسید؟ واقعا شرم‌آور است که در فرانسیا با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مسخره می کنند، ولی در تاجیکستان با دین و شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم مسخره می کنند. پناه به خداوند.